سلام میکنم به تمام بینندگان عزیز. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی جذاب. برو بریم واسه این ویدیو. آقا لایک کامنت و سابسکرایبتون نره. امروز اومدیم با هم دیگه بریم دوباره مچ هد تو هد داشته باشیم و آقا قراره کانال رو خب دو طرفش کنیم و از فنف و FC 24 ویدیو بزنیم. حالا از اگر پارت های فنفمون به پایان رسید دیگه ویدیو از فنف نمیتونید شما در کانال من ببینید. برو بریم واسه مچ هد تو هد. لیتس گو. برو معطلی. آقا ترکیبم که دیدید دیگه خوب خفن‌تر شده. بریم اول یه ترکیب رو درست کنیم دوستان. حالا من ترکیب رو یه دستکاری کردم و خب ما ترکیب 4-2-2 می‌ریم جلو. اوکی خب برو بریم لیتس گو. معطلی بریم واسه مچ هد تو ببینیم چی میشه. بریم که کی قراره بازی کنه. هر موقع جمام زیاد شد ویدیو از زدن پک رو براتون میذارم. اوکی فکر کنم 94 باشه. اتکامون که یکیه. میدفیلدرم که 96 و من 94 هم. برو بریم چی میشه. لیتس گو. اوور تیم 97 خوبه جی و خب بالاتر از منه. این ترکیبی که دیگه چیدم خدا وکیلی واقعا میتونه بزنه. آقا شروع میکنه بازی. کل موانی تو دست دیماریا هستش. دیماریا تییاگو سیلوا. یه اشتباه. چه اشتباهی و گل اول. گل اول دقیقه 4 خیلی زود تیم صدرائس به گل رسید. آقا برو بریم. چه اشتباهی دقیقه 4 دروازه باز شد. اگه خواستید میتونم ویدیو هم براتون از فنف بذارم. این چه اشتباهی بود. گارناچور هم داره دیگه رسما آرژانتینه. آقا این دفعه اومدیم با لباس تیم ملی بلژیک. برو کرسپو. رفتی یه پاس. وای من چرا پاس دادم. من اصلا مغزم خرابه. نباید پاس میدادم. بلینگام یه شوت بیرونه پا. وای آفساید شد. دوباره اشتباه کرد. یه ضربه. وای چرا من اینجوری زدم. کلن داره آجی سوتی میده. یه کورنر گرفتیم. ببینید اونایی که خیلی شانس آورده خیلی داشتم خفن نیست بازیش. حالا شاید ترکیب من خیلی خوبه چون 4-2-2 توی FC 24 بهترین ترکیب فکر کنم ولی خب تا اونجا که من میدونم واقعا 4-2-2 خیلی ترکیب قویه. یه تک. ای وای انقدر زر زدم و چش زدم. انقدر چش زدم تا گل خوردم. اشکال نداره. آقا میزنیم دیگه.
اولم تموم شد. بازیکن خیلی ندارن داخل تعویضی بازیشون. شیوه الخاندرو گارناچو بگیر کلومانی. بابا لامصب دفاع داره ما رو اینجوری دیگه. آی آی ای وای کامبک خوردم. کلومانی 99 دارم. اشکال نداره آقا ما برمیگردیم. وای 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 بگیرش. وارتک اولش واقعا دروازه‌بانش خیلی داشت سوتی میداد. ای اوه چه شانسی اومد تو گرفت. وای ببین آخه تو نامصب کامبک هم زده. وای خطا ضربه ایستگاهی. کامان وای حاجی من معمولا ضربه ایستگاهی هم گل میکنم نباید اینو خراب میکنم. ایت خطا باز هم. وای مگه تو خطا نگرفتین؟ چه باگیه باگ آفساید. 5 دقیقه وقت اضافه. وای خدا توف این شانس برد بازی پدر سوخته. انقدر زر زدم انقدر که من گو خوردم انقدر که من گفتم که وای ترکیبم چقدر خوبه اینجوری شد. برو بریم واسه بازی بعدی ببینیم چی میشه. بازی ضعیف‌تر از منه. حالا میدونم 94 باشه یا 93 یا 94 یکی از این هست. اوکی برو بریم. 94 منم 92. خب بازی رو شروع میکنم. یه پاس حالا بلینگام. خدا من چقدر دارم سر این ویدیو فشار میخورم. واه خدایا کرسپو رو داره. بابا
برو بلینگام. بلینگام وای دیگه چون شوت نمیزدم تو هم میگرفتیم قشنگ، یا ترک میزد یا یه جور دیگه تو هم میگرفت. خیلی داشت پا به پا میمونه قشنگ. خوب قطع کرد. سرویس خیلی خوب دفاع میکنه. آفساید. نباید این بازی 0-0 شه. من باید گل بزنم و اینجوری نمیشه. آفساید. بزن بره دیگه. اگه خواستید بچه براتون باز هم درفت میرم. جعفر آقا این معلوم شد قشنگ ایرانیه. جعفر احتمالش هست ایرانی باشه. حالا میخوام توی فرندام جوینش بدم ببینم ایرانی واقعا هیچ خطایی نیست. بزن. به 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 بلینگام. به به بلینگام. ماشاءالله جود بلینگام چه گلی. سوپر گل بود. با پای چپش زد آقا. با پای غیر تخصصی کنج دروازه. بابا بنازم. بچه ویدیو بعدی آموزشی هستش و درباره فیلتر هست. فیلتر شکن. فیلتر شکن برای بازی اف سی موبایل. اوکی. ای دیر زدم. دیر زد. من شوتم کردم 3 سال بعد. میخواست شوتو بزن. کرسپو یه پاس برای واتکینز که بزن بلینگام. اینا چرا انقدر دیر میشوتن؟ من شوتو میزنم ولی اینا 4-5 سال بعد باور کن میشوتن. چه اشتباهی کرد واقعا. تمام بردیم این بازیو. Let's go. Let's go. اینم از این بازی. خب بریم چالش مود چرا. اوکی. آقا اگه پک باز بود بریم با هم دیگه بزنیم.
استور که الان پکاش واقعا گرون میده. الان مثبت 97 داره. مثبت 90 داره. خب هک بگردیم. آقا این از این ویدیو بود. لایک کامنت و سابسکرایبتون در خیلی بهم انرژی میده و تا ویدیو بعدی خدا